سلام. سلام. بدیسوی خب دوباره هدف از ضبط این ویدیو اینه که میخوام روزمرگی هفته‌ام باهاتون در اشتراک بذارم، ببینم طی هفته چیکارا میکنم. همین تمرین برای خودم بشه که سبک ویدیو سازی که میخوام درست کنم دستم بیاد. علاوه بر پادکست که تو دست ساخت داریم، یه پلیلیستم به نام پلیلیست دیس ویک درست کنم. همینطوری هم خودم به چالش بکشم ببینم روزمرگیم چطوریه، هم اتفاقات جالبی که برام میفته رو با شما به اشتراک بذارم، هم محتوا سازی رو بهتر کنم، هم ادیتشو. حالا این قسمت اول دیگه ازش توقع نداشته باشید چون خودم هنوز نمیدونم باید چیکار کنم و این باعث میشه که یه خود هیجان انگیز باشه برای خودم، کارهایی که نکردم تا حالا انجام بدم و فکر کنم چیز خوبی از آب در بیاد. حالا هیچکی نمیدونه، بریم طی هفته ببینیم چطوری میشه. راستی الان منم سر کار، بعد برم سر کارم. اینجایی که هوا خیلی گرمه 38 درجه، حالا 38 درجه معمولا اون جایی که سرسبز و اینا رو میزنن اینجاها باشه چون آسفالته تا 43 درجه حس میکنم برسه. خیلی گرمه، خیلی باید آب بخوریم دیگه. خب ما یه سری زیرکاری داریم اینا. من از هر چیزی بیشتر اینا رو دوست دارم. اینا برسه قربان. آره چون بدون اینا اصلا کار نمیشه کرد، برای همین من خیلی روشون حساسم که دقیقا سر جای خودشون باشن. مثلا یکی یه جا دیگه میذاره حساب من به هم میریزه، نمیدونم چرا. چی بود؟ OCD بود؟ چی میگم به این چیزی که مثلا دوست داری همه چی منظم باشه اینا. من زیاد آدم وسواسی نیستم، یعنی اصلا وسواسی نیستم، ولی این لعنتی اینا باید همیشه چفت هم باشن کنار هم. این تو مخمه که اینا هم نباشن، چون یه مورد وسواسی. اینا اینطوری میشن همه به ترتیب، این یه دونه خالیه چون دارن باش کار میکنن، ولی کلا دوستم همیشه مرتب باشه. سلام. خب امروز یک شنبه است و آقا شریبین رو مشاهده میکنید، داریم میریم برای ضبط قسمت اول پادکست. الان داریم میریم یه جا صبحونه بخوریم. اوه چه آهنگی پلیش. آره تا کپی رایت نخوردیم. سلام. علیکم. سلام علیکم. آره کجا آمدیم؟ شما دیگه ادامه بده. دهکده باغستان. آره یک شنبه ما هم اینطوری میگذره. بریم توی این فضا پادکست رو بگیریم، سه شنبه هفته بعد میبینیدش. حاجی من همین سنگه رو بودم اونی سنگه بشینم. آره. من جام ولی خیلی بره. سلام. ای وای نگفتی میکروفون چرا؟ بسته. بده میکروفون رو. شروین تو بگی.
چرا دو تا نون خریدی جدا؟ آقا یه دونه گفتم الان میگیرم میگه کم میاد. حالا این کل میخوری. پادکست این نون دسته اومد. عالی بود. بندازش تو آب ماهی باره بده گربه سگ. جدی چرا آیکیو خانم متوسطش از آقایون کمتره؟ اگه آیکیو خانوم از آقایون کمتره، چرا خانوما چند بودی ان؟ چند کارو میتونن با هم بکنن ولی آقایون تک بودی ان؟ چند بودی به مثال بزن. با تلفن حرف بزنن، یادداشت کنن، آشپزخونه تمیز کنن، آشپزی کنن. وقتی تونستی همزمان 3 محور دستگاه فرزو همزمان چطوری بچرخونی، سه محور بچرخونی؟ همین که بتونی این کارو بکنی این خود چند بعدی نیست، 1000 بعدیه. بعد شما آشپزخونه تمیز کنید، تلفن صحبت کنید، یادداشتم بکنید. زن ستیزانه صحبت میکنم. نه خوشم میاد از زن ستیز. من هم نجات پرستم هم زن ستیز. آه. آخرین پادکستیه که داری منو میبینی حقیقتا. زن ستیز اونطوری نیستم. نه سورنا رو میتونی بیاری به جای چرا من. فاصله رنگ عوض کردی یادش؟ آره زود گفتم. بعد این خیلی پر میزنه. مثلا یکی روم اول پارم می‌کنه. اینا اینجا رو از دی بهمن دارن، ولی مثلا من خودم به شخصه بهمن رفتم دوره مربیگری کودک اسفند بکم اومد، من از اردیبهشت شروع کردم. گرمه. اینو خریدم، هم یه خورده خنکشم، هم یه خورده انرژی افتاده وسط کلاس این ترم تابستون، ولی از دستم افتاد زمین. الان فشار میدم اصلا خیلی سیف شده، میترسم بازش کنم. خب این نتیجه شد. قشنگ این از جلو این هم پشت بعدی نشد، قشنگ شد. الان نمیدونم یه اون فاز مودیم برداشتش، اومدم از گوهردش ملارد، اگه که نمیدونید یه ساعت و یه ساعت 10 دقیقه یه روبی فاصله است. این چی؟ اومدم چراغ پرشیا بخرم. شاید بپرسید چرا چراغ پرشیا؟ جواب قانع کننده براش دارم، نمیدونم. هنوز هم نمیدونم چرا من اینجام و همچین خریدی کردم. هنوز فاز مودیم هستش، دارم میرم از یه جایی که هنوز اسمشو نمیدونم برم یه فرمون 206 بخرم. سلام، من آینده‌ام و اینم فرمون 206 که خریدم. همین خواستم همینو بگم. مودتون رو کنترل کنید، مثل من نباشید. الان من هنوز نتونستم کنترل کنم و بهش غلبه کنم، دارم همه پولامو نابود میکنه. هی خب اگر این مدیر بیاد شروع کنه به 2000 تا فروختن بازاریابیش رو انجام بده، فروشش رو انجام بده، شبکه نمایندگانش رو گسترش بده، ولی واحد تولید یا مدیر تولید
ندونه که تو اموالش چقدر مواد خام داره، تولیدش رو چجوری میخواد انجام بده، سیستم های تولیدش رو چجوری آداپته بکنه، که تو فکرش نداشته باشه اون تعداد تولید. چه اتفاقی میفته؟ ناامنی ایجاد میشه. این فقط این مثال سادهش. خب اینم همون قفسه مونتاژیمون، چیدیمش و عسلا هم توش گذاشتیم کنار بقیه عسلا و آره دیگه هنوز 3-4 طبقش خالیه. عسل تموم کردیم. البته عسل زیاده، حس پر کردنشون نداریم. سلام. آره دیگه خلاصه یه صفایی هم دادیم. من تا حالا اینطوری مو نزده بودم، یعنی این کوتاه‌ترین، اگه ببینید کوتاه‌ترین حالت مویه که من تو عمرم تا حالا زدم. تا حالا موامو اینطوری کوتاه ندیدم. اوه چقدر زشتم. الان بکنم یه ماه دیگه، آره شهریور دیگه میشه 3 ساله که نوشابه نخوردم. خیلی باحاله دیگه، حتی نوشابه هم دوست ندارم. امروز این آب گازدار رو خریدم. بولوار دانشگاه هر جمعه یه روز آخر ولاگه. امیدوارم که از این سبک ولاگ خوشتون اومده باشه. چه بادی هم مدلمون بهم میاد یا نه؟ راستی اینو تو کامنت هم بگید که
خلاصه اگر از اینجور ولاگ خوشتون اومد از پلیلیست دیسپیک که امیدوارم پلیلیستی باشه که ادامه دار باشه حتما نظر بدید. خودم دوستم بسازم، یعنی حتی مهم نیست چی، ولی دوستم یه خود بسازم. پس حتما یه نظر بدید ببینم چطوریه. این ماشین دیگه سلام.